ریاست اطلاعات و فرهنگ سرپل آزمونی را زیر نام تربیت فکری برای جامعه و نظام اسلامی میان 700 تن از شاگردان و مکاتب، محصلین و طلاب مدارس دینی برگزار کرده است. ملا عبدالغفار حقنما رئیس اطلاعات و فرهنگ سرپل میگوید این آزمون به منظور رشد فکری جوانان و بلند بردن سطح آگاهی و فکری آنان در مورد نظام امارت اسلامی راه اندازی شده که برای برندگان این آزمون جوایز نیز در نظر گرفته شده است. چې ځوانان په خپل تاریخ باندې، په خپل اسلامي فرهنګ باندې، په خپل اسلامي کلتور باندې آگاه کوي او ځوانانو فکر روښانه کوي چې موږ نظام او جامعې ته په څه رقم باندې خدمت وکړو او د خپل جامعې او د خپل نظام په ارزښت باندې به پوه شي او دوی به آینده دغه نظام، دغه جامعه هم دغسې شخصیتي ځوانانو ته ضرورت لري چې دوی خپل جامعې او خپل نظام ته خدمت وکړي. فیض الله فایز آمر امور جوانان ریاست اطلاعات و فرهنگ سرپل میگوید پیش از این آزمون کتاب تحت عنوان جنگ فکری برای اشتراک کنندگان توزیع شد و آنان پس از 2 هفته مطالعه این کتاب برای پشت سر گذاشتن این آزمون آماده شدند. آمریت جوانان ریاست اطلاعات فرهنگ به خاطر بلند بردن ظرفیت جوانان و همچنان به خاطر رشد علمی و فکری و به خاطر عام کردن فرهنگ مطالعه و به خاطر همچنان به خاطر شناخت درست از دسایس و پلانهای غرب برنامه را تحت نام تربیت فکری یا جنگ فکری در ولایت سرپل راه اندازی نموده. اشتراک کنندگان این رقابت میگویند این گونه اقدامات حکومت برای آگاهی جوانان از موضوعات مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی رول عمده دارد. این برنامه واقعا برای ما و برای عموما شاگردان و مردمی که در اینجا حضور یافتن همگی مفید است، خصوصا برای خودم خیلی مفید است واقعا که میتونم از این برنامه و از این امتحانی که برای فعلا شرکت کردیم و در آینده ها برای خود یک الگو قرار بدم. این حرفایی که در اینجا مطالعه کردم و این مردمی که در اینجا حاضر شدن و اینا را هم الگو قرار میدیم ان شاء الله در آینده و امید موفقیت های بیشتری هستیم. یکی از نکات مهمی کتابی است که ما امروزه با جنگ فکری که با غرب روان هستیم باید ما اطلاعات داشته باشیم که ما با چی قسم مبارزه و مقاومت در علیه جنگ فکری که امروزه در جهان اسلام غربی ها و صلیبی ها روان هستند و درباره آگاهی کامل داشته باشیم تا ما بتوانیم مقابل و مقاومت و مبارزه نماییم. این در حالی است پیش از این نیز برنامه‌های مشابهی در رابطه با سیرت نبی و امارت شناسی برای ارتقای ظرفیت جوانان از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ سرپل برگزار شده بود. قمرالدین پویا عزیز، حریت نیوز، سرپل.